سلام بچه، خوش اومدیم به یک ویدیو جدید از کانال من مستر اند. بچه امروز اومدیم که تست 5 تا آیرن گولم در برابر 50 تا زامبی رو ببینیم که کدوم قوی تره. قبل از اینکه ویدیو شروع شه همین کانال من دنبال کنید، کامنت و لایک هم کنید، دیگه بذارید دیگه. و قبل از اینکه ویدیو شروع شه به کامنت بذارید که کدومش میبره دیگه. بریم سراغ ویدیو، لیتس گو. بچه من خودم طرف آیرن گولمم. آقا اینطوری نامردی میشه، اینطوری باز کنیم. اوه آیرن گولم نگاه کنید پرتاب میکنه. ببینیم کدومش قوی تر. زامبی ها رو نگاه کنید، دارن حمله میکنن. زامبی ها یک لشکر شدن و دارن دیگه خیلی از فرصت استفاده میکنن. آیرن گولم هم کم نمیاره. نگاه کنید داره میزنه. من طرف آیرن گولمم. وای آیرن گولم ها فکر کنم باختن. نه آیرن گولم ها دارن میزنن، از این موقعیت دارن استفاده میکنن. نه آیرن گولم رو زدن. وای فکر کنم باختن دیگه زامبی. نه باختن دیگه، آیرن گولم باخت و برنده ما کسی نیست جز زامبی. فعلا خداحافظ.